Hearing in the tongue and she know what it do. Make a name for herself and she do it well. یه نکته جالب از مکتب گن یه حرف خیلی ساده ولی مهم داشت. میگفت فقط اینکه قیمت قراره کجا برسه مهم نیست، باید بدونی کی قراره به اونجا برسه. خیلی از تریدرها فقط دنبال اینن که بفهمن قیمت تا کجا میره. مثلا میگن این سهم میرسه به فلان مقاومت یا فلان عدد، ولی گن میگفت خب چه زمانی؟ چون ممکنه قیمت به یه محدوده مهم برسه ولی زمانش مناسب نباشه و اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی قیمت و زمان با هم جفت و جور بشن، اونجاست که باید بیشتر حواست جمع باشه. پس از دید گن فقط نپرس قیمت کجا میره، بپرس چه زمانی قراره به اونجا برسه. چون توی بازار فقط کجا مهم نیست، کی هم خیلی مهم. اگر میخوای یک قدم با گن از بقیه جلوتر باشی، سیوان تریدر را سابسکرایب کن.